سوال میتونم کنم از پیشت؟ اجازه سوال میتی یا نه؟ اگه اجازه سوال نتی دیگه باز نیستی دیگه دی؟ در روز قیامت هم یک آدمی وحشتناکی باشی که هیچ سوال جواب دادن نتونی، هیچ خدا نیستی پس دیگه. ما در روز قیامت از خود دفاع بکنم تو نشنوی، خدا نیستی. در روز قیامت دیگه باز ما جواب میتونم، تو میشنوی، محکم است. ما در روز قیامت وکیل مدافع کار ندارم، خودم برای جواب میدم. وکیل مدافعیم خودم هستم. قانون چند تو چگونه بود در روی زمین؟ خداوند آیا آمد در درون مساجد تو، در زیر جاهایی که تو باید عبادت میشدی، در جایی که ملای امام ها استاد میشدن و بندگان خدا را سجده میدادن، ما اونجا لنگ های بالا شده ای را دیده بودم، کیرهایی که در کون مدارس داخل شده بود، اینا رو من دیده بودم. خدای من، خداوند آمد دیده بودم که وقتی من از درون افغانستان از کابل تا به تهران پرواز کردم، زمین های خشک بود و از تهران تا به ترکیه پرواز کردم، نیمه خشک و نیمه سبز. از ترکیه که به سمت آلمان پرواز کردم همه سبز بود. وقتی که من در درون آلمان رسیدم و نزدیکای بلژیم رفتم و در چند کشورهای مختلف رفتم، اونجا مردم ها تخمه ها و عسل ها و فلانه های خود مانده بودن، پول منداختی اونا را میگرفتی و هیچ فسادی در آنجا وجود نداشت. و دیدم و احساس کردم که تو بر کسانی که دروغگو نیستن و فساد مالی نمی کنن و بر کسانی که مادر نیستن فضای بسیار سبز می گسترانی و برای آنانی که سرمه را از چشم میزنن دنیای آنچنان جان. و علیکت بسلام، و علیکت بسلام، و علیکت بسلام بشیم.